سلام بچه‌ها، چطورین؟ کوچکتون دنی کستیگو هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون، یعنی چنل یوتیوب و آپارت دنی کستیگو. آقا بالاخره اومدیم بعد 3 ماه. 3 ماه خیلی و 3 ماه قشنگ میشه یه فصل کامل. بعد 3 ماه بالاخره اومدیم براتون ویدیو ضبط کنم. اما من تو دوران جنگ اینا یه چند تا گرفتم، ولی خب زیاد خوب نبود، گفتم ولش کن، آپلود نکردم. بگم که حاجی من تو آپارات خب میدونی دیگه هستم، خیلی وقت هستم اینا، ولی هیچی نذاشتم موقعم تو جنگ و اینا. یه سری دلایل داره، بازی خوب اینا نداشتم. من کلا آنلاین بازی میکنم، بعد بازیایی که داشتم اینو میدونی اون چیزی که میخواستم نبود برای دوران جنگ. زمین بالاخره بعد 3 ماه نتابس شد بسیار ضعیف. دوره همون فیلترینگی قبل همه چی مثل قبل، فقط ضعیفتر شد. خیلی عالیه. ما 3 ماه انقدر داد زدیم نه، از آخرم که ضعیفتر شد تحویل دادم، دستشون در نکنه. آقا بریم بعد 3 ماه قطعی TF2 بزنیم دوباره. آخرین ویدیویم که من فکر کنم آپلود کردم چه تو یوتیوب چه آپارات TF2 بود. دوباره بریم TF2 بزنیم، بریم که دیگه ادامه حرفا رو تو بازی بگیم. آقا بزن بریم. خب آقا خوش اومدیم به یک پارت دیگه از TF2. امروز اومدیم مود اتک و دیفند رو هم بازی کنیم. آقا این مود چجوریه؟ هر تیم انگار نوبتی باید از یک جایی دفاع کنه و اون تیم دیگه باید حمله کنه. معمولا 3 تا جایی، ولی خب تو این مپه 2 تا جا. من ناکنیم پایین و ما چی ما اتکیم نه دیگه، ما اتکیم. حالا اتکیریم یا حضرت مینی کرداریم ما چرا باش من استداگیر داش اگه میشه که یک دستی هم به ما برسونیم. داش این آدمی که من برداشتم بدون مدیک هیچه، چه محض. الان من نمیم کمتر از این. خب چیکار کنم؟ عالی شد. آقا بزن خوبی یا مفید بودم. نفر آخری. آقا الان ما دفاع باید بکنیم. الان همین دو تا جای پایین رو ببینیم، اونا هر دوش الان قرمزه، یعنی ما تا الان از هر دوش دفاع کردیم. والا اصلا نیمده باید میکنم. الان ما 40 ثانیه دیگه اونا میان، بعد ما باید دفاع کنیم از اون 2 تا جا. حالا اون 2 تا جا کجاست؟ این مفر رو کم بازی کردم. حقیقتا مثلا این موده در بازی نمید من سیستم چون ویدیو نشه. اینی که الان گفت نیست اینجاست که من شد اونه اونجا بذار یه کار نگاه آنتر مگه میشیده اون شکست آفزی شدن. این یه تیم زنانیه. فقط دست رو بگیر رو رایگاه بکم تی بگیرم نگاه اون بر رو همیشه میدونم. پس بیا از این بر چیز کنیم که نزد برفتم. نگاه اینا همشون گیر کردن که بهتر ما بریم اونجا همتیزون کمک کنیم. خدا آقا عالی قشنگ حبسشون کردیم. همین کار رو باید ادامه بدیم. کی رو
اگه من یه بدی کنارم باشه خیلی خوش دست رو بری لحظه ای که دیدمش زد چی بردارم همین خوبه به نظرم داریم این 3 دقیقه دیگه دمون بیاریم بردیم یا هست TF2 یه جوری یکی از هم بمیره دیگه نمیتونی بازی کنی همه باید کنار هم دیگه باشیم مثلا جدا بشین پخش بشین مثلا یکی بمیره وسط مثلا دفاع اینا تموم دیگه نمیتونی بازی کنی حالا نگاه داریم بدبخت میشیم دارم جمع میشیم یا آخه مشتی بذار بیام بعد رسید 2 دقیقه دیگه بابا یه جوری چرا این وای بدبخت شده گرفتن اینجا خوب هستم اونجایی بیان سوندم اونجاست یا خدا رسیدن بابا بیخ چه مسخره الان یه جوری براتون دستو میبندم اصلا برم صد الان یه جوری براتون میبندم برم صد بجد عالیه خیلی خوشحالم بابا هر که باریم دارم یه جوری میگیرم برو کنار نه بابا قرار بود دست نرسن قرار یه جوری دست نرسن آره دوباره دفعه ببین میدی برمیدارم مدیک 2 تا داری اگه این 2 تا مدیک قیمت کنم ببین با 2 تا مدیک کمک و یاری برسون یک کادو بزنم فقیرم بزنم نمیدونم چیه چیکار این 2 تا مدیک قشنگ درست بازی کنم پشت سر من اون یکی دیگه هنوزم خوبه دیگه نوشن میزنم حواس ببینم کجاست باز ما از اون بریم اونا از اون موقع از اون بر داشتن میومدن باز ما الان از اون بر چی گفتن 5 4 3 2 1 از اون بر مثلا هیچ اون اسپویلر رو ندید بچه یا بود چیزم کن کجا میدوش بیرندشون به زیر رنگ زحمت نکش بابا اسنایپر مزخرف چی کار داره میکنی؟ از اینترنت بکشیم یا از این همتونی ها یاجی کی داری میکنی؟ آلی یاجی چقدر زد داره میزنه شما
آره علی میزنم بزن باشه کاری بود من کجا میگی اوه خدا Behind you, without. مردم هیلر دارن هیلر رو مثلا معلوم نیست کجا هست و هیلر رو 450 رو دوش جمع نشد چه غلطی دارید میکنید شما دوتا نگاه آزمان من نگاه خیلی ممنون که اینجا داری منو زحمت نکشی وقت میخوایی شالا که خیلی این کیه؟ یا برو با بچه این که اصلا بسته است گوش بنده کنم پلیر خوبیم یا برو با بچه خوشگی اصده کنم رو میتونه کنم گیل کن سه نفر شروع کنم چی دید؟ اسفای دیدم اسفای یا برو اون وقت بچه یا برو بودی چی کارشون دارم میکنم هیل کن فقط هیل کن تیر ندارم تیر از کجا دارم این هیلر من کجا رفتی خوب مجید خوب بازی کردم کجا نزدیک بود خودم رو کنم 6-4 این هیلر من اگه یهو نمیمون میگم آجه یه هیلر کلن کل تیفتو هم یه هیلر پشت هیوی باشه اون هیوی دست و جمع منم از همون اولی که بازی شروع کردم بهترین پستم هیلر میگم هیلر هیوی بوده مثلا کلن خیلی بهت هیلر تو داشتی نزن جان من نزن مردم هیلر دارم اصلا یوج بعد از 3 ماه ولی اون بازی همش اصلا هیلر نخواست نه من رشت میشه چرخه میگم نه اصلا من یه خوب بازی نمیکنم هیلر هم نداریم ولی یا خود من راکت میکنم راکت از یک چیز یک اچیفمنت نزدیک یا کجا رفتی؟ فرار نکن نتیجه خیلی بزن You did not deserve that, bro. داداش کوری اونو ندیدی جلو کور یا حضرتم
گیل بدنی هیچ کم مثلا بلد نیستم Alert. Alert. Control point is being captured. باش 8 دقیقه هنوز دوام نمیده با صورت رفتم طول میشه بقدر بسو بیا مثلا اینجا دفاع بسو بیبی بردارم فقط مستمن این تمیسی دفاع کنم دیشب هم چیز بود موقعی که دارم بیدون زد من دیشب بیدون دیگه آرسنال عجب بود تو بوسی چیده بود آجی عجب بود تو بوسی چیده بود از آخرم با بحثیه یا بارا یه عجب بود واقعا حرامبال به معنای واقعی من چرا عجب خیلی چیز بارسلون از آخر همه چیز اشم گابریل اینقدر همهش زده بود زیر تو که پنالتی هم زد زیر تو واقعا بشین داداش بیخی یا من کی بزنم Alert. Control point is being captured. You failed. ولی خیلی من نیست اصلا میبینی مثلا شاید دیگونه و تیمی دارم ها بودن به توی یاری بگی یه هرمان اگه بالاخره یکی مثل پیشی میبود Begins in 60 seconds. چی هستی؟